السلام علیکم اکا جان اکای لنگری دخترکی من اکای لنگری امروز ساعت 6 در فرزندی من اعتراضم به امر خداوند غلطی بندگی کرد. امروز مارگوش بردم برادرها یک یاردم کنین فرزند من ای مار بگیم ساق سلامت به وطن مبارک. اکای لنگری یاردم میره مریم بخیر جانیتش بخیر پروردگار الهی من الحمدلله برداشت نگردار باش الحمدلله. برای عزیز بخشش زیاد خواهش میکنیم برادر جانو نورا لایک مونین پاهن کنیم برادر جانو کامنت خوب نیسونین ما پسیل که تلگرام دا میپرتون برادر عزیز نوروشا بیرحمانه باز زدگی ده برادرها هم زدگی تیکه تیکه مقصد بدروین در تلگرام ببینش ما پایون در پسیل که میمونمش تای کامنتاری ده بدروین بینیم جون اکای لنگری یاردم کنین اینا دخترکی من اینا دخترکی خوش روی من مریم دخترکی خوش روی من ای دخترکی جانی من ای دریابی دهنت ببرو دای پاتسونی بدینش نمینو تچکو ماجنا ای دختری خوش روی اصلا نکنی همه توسی بسته برم داری جونی من خوشمی ای نامی تو بهترین سرآغاز، به نامی تو کی کنم سخن باز. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان مهربان خداوند نگهبان تو باشه، رحمت داره دستگیری تو. این لله و این الیه راجعون. قرار داریم دوستان عزیز در میتیشین در طرف هستیم که راستش دیروز 19 ایون یک فرزندی چهارم یا که چهارم شونه از این برادر عزیز ما از 8 اتاج غلطی که چونگاو میزنن. یعنی وضعیتی خواجگیشون خیلی بد است. ما را هم به خاطر خدا مقصد در این حالت تنها نمیگذاریم، نه تنها مسلمان یگان تاجیک نمیمونیم که مقصد در وزمینی باشد. به اون خاطر باباشون آمدیم که همچو یک مسلمان همچو یک برادر تاجیک در شهر غربی باشیم درباره پدر و مادرش و خیشتاوش هم که هستن قرار داریم انشاءالله با بلنگری دوزن و انشاءالله با صحبت کنیم. سلام علیکم برادر عزیز. ای برادر عزیز چه خیلی که دیدین در همینجا قرار داریم از سبب که چه خیلی که به وجود گفت برادر عزیز مقصد سطح زندگیشون از سطح فرزندکایی که در گرشون دیدین برادر عزیز این یک فرزندش از فرزند چهارمش از دست دادن خلاص کردم. مقصد برادر عزیز آمدن شیشتن ما سرجمونه در میجه یک چیزی هسته که برای همه برادرای یک یاردم شود یک دستگیری شود از حساب ما و از حساب شما برادرایی که تماشا میکنیم برادرایی که دستگیری میکنیم برای همین برادر در امروز چخ بستیم. پیرم میفوره که برادر عزیز فرزند جگربانش از دست بده، فرزندی که به خون دل کلانش میکنی به خون دل میخوای ایو یک میوه بگیری. امروز روزی شد که برادر عزیز از خانه دیگری از اونجا از 8 اتاج میرود در ته میزنه بیچاره اپامون با خودش فرامد تا اونجا رفته و غلطی در غلطه بیچاره پوش میید یک حالت بد در برادر عزیز. همین مسئله را به طرف نباشین در باری برادر باشین باری اکمده باشین باری اپامده بستین که مثلا دستگیریش کنین. اکا گبزه چی گپی داری گبزه؟ چی از گیجوی چی برای خیرشی همون یک بلندتر گذانید؟ ما در کار بودم اون بچه هم تلفن کرد که والا امر وقتی که همی تلفن میکنم همی درون من خیلی میلرده در وقتی خودشون تلفن میکنم خدا میفتم یک چی نشه کودک کم کم کسل بود مثلا به چینش کرده سودیم دوام میکنم که پروردگار سلامت شب بر بانه ای سبب خیلی لیچنش قیمت که هسته کم کمک میکردیمش حد از این اوتیزم نبود. اما تلفن کردم بچم که مریم منقیش دیگه غلطی دیگه
اونجای کرونا در بغل اوچشه بالای درم بغلش هم دیدم ما خیال میکنیم بغلته بسو وقت خونه دم میغلطم گداکو اون پوموش مای بشت ما اون سر شبا خیلی قایدم فلخه دختر من خدم خرید صرفه که وقتی سر شما قایدم فلخه همون بدانم او بیدای خامد همونجا فهمم که الله جان شبی رفته ای رحمت شه اما چی باید خیلی شه فقط در نموزم یک دوم کم پروردگارو همین کودک مرا عطا بود 4 سال ما عطا گویم را جزد کم عطا نگفته رفت عطا نگفته نشک اما دوریش از بومار رفتم حالی ایشون هم ندادم از گودک در مرگه یا؟ در مرگه ایشون ندادن تو دکمی جمع نکنی میگه سلیست وش رفتم اوش نیست اینم بودیم بارا کواز میرم اینشالا کوبیه چی میگم مثلا قوالا بتا مادر گب زنید پیغون چی من مادری مریم جان دین ساعت 6 بگهده خواستم که فرزندکم نان گرم بخورم من در کوکنی نان بخواستم فرزندم در آمده اکاو در پوشیده مریم گفته گفتم در کوکنی را پوشیده پا در خانه را پوشیده در خانه را پوشیده گفتم مریم گفتم در هوی کدم پرده بستن بودم خیلی دوید گفتم خدایا همین نباشه که هم ته رفته باشم خیلی نگاه کردم در زمین خوای ای با یک روزی سخت برادرم مثلا حالتی هست که شما خودتون میدونن گرفتن کودک همه امیاد مبلغ کلان داره شکرانه پروردگار من 3 فرزندم هر کس که خواست از برای الله چیزی که میتونه مثلا من نمیخوایم فرزندک هم خواهری همه شما هم یک دختری مسلمانه هم شهروند تاجیکستانه امروز که من در وزمینم هم داره کمک کنیم من فرزند من اهمی جبه برای در وطنی خمون گروش کنم در باری اکا همه گیتا الله دوستان عزیز وضعیت برادر خیلی وسیع فرزند دای خیلی وضعیتشو بیزی به بوی مادر خودش وقتی کودک هم میبینه در ته زدگی دیگه از سراسیمگی از همین 8 ایتاژ بلیک نیو با اون لیسنسو جرک شده پوست هم شکستگی دگیب سنفهم پول معی یعنی که همین کارتا مادر میبینیم هم کارتا مادر یعنی که پریواز اینه در همین نمره روی اکران خاص به خاطر خود کسی که کمک میکنی الحمدلله کمک هم نمیکنی الحمدلله یک کامنتر خوب یک ویدیو را پاک در حق همون گذشتگی همون بودک هر یک کدی ما همچنین تیفلکو در خونه داریم یا که نداشته باشیم خواهر داریم دودرچه داریم ایانگم و ایافامو همین لحظه را 1 مینوت در همون خدا نیست کنه خدا درد هیچ کته نبینم خواهش میکنم برادرها به خاطر خدا ما اومدگیم شما را به خاطر خدا دستگیر کنید خدا این روزا هیچ کس نشون نده اما چونی روزای سخت در سر هممون در حیات میآید 1 سال بعد 100 سال بعد 50 بار یک بار میآید به اون خاطر این لحظه ها را به هم خاطر در خودتون حس کنید کمک کنید باشه گون چی بگو خدا اگر چی بگم دیگه برادر عزیز شنویدین برادر اپامون شنویدین دستگیری کنیم برادر عزیز از دست که هیچ کی نیومد برادر عزیز نورا لایک مونین پخنش کنیم برادر عزیز از این مود یگو چیز نیست برادر عزیز یک کسی که میبینه یک برادری که میبینه انشالله در حق همین خواهر دوم میکنم در حق برادر دوم میکنم برادرم ما هیچی گفتن نمیتونم در حالتی که این سیتواسیون را ببینید در این سیتواسیون خطر استفاده کنیم که مقصد سبحان الله خدا روز نگاه داره فرزند تا دست دسته یک مسئله است برادر عزیز به حد سخت است مضمون است پیش بود که فرزند که نداشتیم میگفتیم پروا نمیکردیم وقتی که فرزند دار میشه بعد میفهمیم برادر عزیز برای موقع الهی مهربان همه ما را نگهبان باشه و خداوند از این روزا نگه بداره بله همین یک مسئله دیگه در یک ماه مقصد همین به ما مراجعه میکنن میدونم که بعضی هستن شخصایی که میروان از دنیا خدا رحمتش کنه ما درک نداریم 20 مرده 15 مرده 10 مرده مراجعه میکنن ما
همه وای روی اکران نمیبریم با اکو هستن زنگشون میزنن 20,000 30,000 بعضش مقصد حاجی قاسم میسون احسای خودشون آگاهی میکنن بعضش ما برای چی همین روی اینا که ببینه در یک ماه یک تایوز یا تایگه بود در این آب زدگی بله روزی عید زدگی روز عید زدگی از برو وردن ای مار ای در این آب خیلی از زور میاد همین روی اکران برمازن این شوخی نداره آدم خیلی از زورش میاد که برای 20,000 30,000 یا 100,000 روی اکران برای از مسلمان‌ها خصوصا از تاجیک‌ها خواهش کنه ما در یک ماه دو ماه یک بار یک نوار می‌بینیم همین یک قدر کنه همین یک دستگیری کنه اگر ما هر روز مردایی که میشم ما نوار کنیم فرض میدونید که ما حرکت میکنیم بگذار طالبندان بگن مردخر ما بگن حرام خیر ما بگن نه که ما به خاطر خدا اومدیم در برای مادر پدر همچنین شخصایی هستن که خیلی نیاز دارن مجبور میشیم ما همه روی اکران نمیبریم کسی فهمید الحمدلله نفهمیدم که عقل تو هم میگیره یا من گپ ندارم بگوش تو صبر که پدر و مادر خدا مشکل یا سر فرزند هستن پدرشو بس اکران با مزهش نیست نوار کارتای خودشون کسی میخواد بیای اشتراک کنه کسی میتونه از پیش بیای مادر باشن اگر در همین حالت‌ها کلمه که در بازار سزاواد یا فوتسیتی میوگی داری لباسا داری سربوده زنگ بزنی این دو تا میتونی یگون لباسا مغازین داره یا یگون لباسا با گوده خوش شده اینم الحمدلله همین قدر ای این باردار تاجیک خواهش میکنم که همین فرزند من در همین جا نمونه کمک کنی که من کودک من برم ان شاء الله میره ان شاء الله رویش میکنی خدا نمیشه زود برم شه از اون رحمت برای دستگیری تو کسی فهمید الحمدلله خدا صبر که مادر